ساکنان جماعت بوستان قلعه ناحیه باختر انتظار دارند که زیان آنها از سوختار و ترکیش در یکی از نقطه‌های فروش سوزشواری به طور عادلانه جبران می شود. فیضعلی تورایف، یک ساکن ضرردیده که منزلش در مسافه 200 متر از نقطه سوزشواری قرار دارد، میگوید در این حادثه او، همسر و 2 فرزندش جراحت برداشته به طبابت نیاز دارند. روز 9 ایول بر اثر ترکیش در نقطه بنزین فروشی جماعت بوستان قلعه، علیخان ملخوی 35 ساله ساکن دهه سربند به هلاکت رسیده، 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. بیشتر آنها نابالغ و باشندگان دهه نزدیک نقطه فروش سوزشواری بودند. بر پایه حساب‌های پیشکی، زیان از سوختار و ترکیش مرگبار به 135,000 سامانی معادل 15,000 دلار امریکایی برابر بوده است. جبار غفار، رئیس ناحیه باختر، روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت نهادهای مربوطه دولتی خسارات حادثه سوختار و ترکیش در یکی از نقطه‌های فروش سوزشواری در قلمرو ناحیه را ارزیابی کردند، اما تاکنون به افراد آسیب دیده کمک مالی ارائه نشده است. گرفتگی نیستم، پیشنهاد شدگی است. 4 چوبای خانم را می‌بینم، کدامش که مقصد که وای چی باشد با پراگی پرداخت کرده باشد. رئیس ناحیه می‌افزاید دادستانی باید ضرری رسیده بر اثر سوختار و ترکیش را دقیق کند و آنگاه به آسیب دیدگان این حادثه کمک مالی پیشنهاد می شود. خدمات آتش نشانی میگوید دلیر مدبابایف، راننده ماشین بارکش دولن، هنگام خالی کردن گاز مایع لوله را از دستش سر داده است. در پی آن آتشک پریده اول سوختار به عمل آمده و بعداً ترکیش رخ داده است. اداره تاجیک سوغورته ولایت ختلان تصمیم گرفته است به آن افراد ضرر دیده که سوغورته یا خود بیمه شده اند کمک مالی رساند. 2 مغازین، یک قهوه‌خانه، 2 تا خانه استقامتی شهرنامه سوغورتوی دارند. من حتی شهرنامه سوغورتوی آنها با 2 مغازین 50 شهرنامه کردگی که ما با مبلغ 2500 سومانی میتونیم آنها را تلافی کنیم. تنها در حدود شهر قرغانتپه بیش از 20 نقطه فروش گاز نزدیک به خانه‌های مردم بنیاد شده است. مسئولین به مالکان این فروشگاه‌ها دستور دادند که دیوارهای ضد سوختار بسازند و از احتیاط کار گیرند.